حمال بود، چرخی بود، این چرخه قول داده بود هیچ چی رو که برای امام حسین کرایه نگیره. اگه میفهم مال هیئت کرایه نمیگیره. زرنگه دیگه، این آدم زرنگه، میگه کرایه رو بیبی میده. نمیخواسته کرایه بگیره، حتی این که بیبی هم میده روش حساب نمیکرده. گفته ولی میگه یه روز تو خونه هیچی نداشتیم، فقط هم بار امام حسین به پستمون خورد. میگه یه دفعه گفتم الان زنم شب برم چجوری جواب شدم، بچم فلان. گفتم نه، من با امام حسین عهد بستم، ولش کن. پول نگرفت، باله رو برد. گذاشت شب شد، دیر شد، اومد خونه که مثلا خجالت زن و بچه‌شو نکشه. زنش گفت بابا چقدر دیر اومدی، این همه جنسایی که اون بنده خدا آورده تو خونه است. کدوم بنده خدا؟ گفت یکی گفت بار ما رو برد، پول نگرفت، ما براش جنس.